السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی بچه‌م اسماعیل جان سازی تینجی من همی خبرهای شما را فهمیدم. گفتم مرم بچه‌م 10 ماه شده گم شده. گفتم التماس شما یاردم کنین. بچه من 2012 روسیه رفته. سال تولدش 1991. امجا میروه یا دختری اوکراین که قدش با تلفن شناس میشه و خستک پیش هوای رفته. حقیقه وای کدیم که خزبی و نه اومد من دختر نغز میبینم میگیرم. گفته و خیلی گرفتگی قسال سویاز داشتیم قطشگاه میزدیم. ای سالی نوی به درک آخران تلفنش زنگ زدگیش 1 ینور بود. پیش ای سالی نو هم سالی نو ده زنگ زد. بعدی هوای به درک نمیدونیم در کجای چی حال داره چی کار داره. من یک مادری مشفق از شما خواهش میکنم التماس میکنم هم بچه ما در کجایی باشه یا درکش یا مرده یا زنده. التماس میکنم از شما کجایی باشه یا درکش میافته. بچه ما در شهر اوکراین کیوسکی اوبلاست رایون پریاسلавский район улица Каплирова 7 ایسای فخرالدین همین قصال در همونجا زندگی میکنه. 10 ماه شد بی درک واقعا یگان جدا نیست. تلفنش هم نمیگیره. زنش هم تلفن میکنیم نمیگیره. نمیدونم در کجا باشه زنده یا مرده خبر شد میافته. التماس از شما یاردم ممکنه بچه من یا اون بچه ما در کجایی باشه. السلام علیکم برادرای عزیز. امی مادری امی بچه من در علاقه در برومد. بچهش 10 سال بوده در اوکراین بوده. در گورод کیف زندگی میکره. همونجا زنگ گرفتگی خخولکر گرفتگی همونجا کودکدار شده بوده. هوای خیلی شد میگه نه زنگ میزنه نه گاو میزنه نه علاقه داره نه هیچی به نام نشان شدگی. خب یگم نفر میگه اگر دونه در کجا بودنش مردم اوکراین من که نمیدونم موجودی چیز نبینن ولی به هر حال کسی که در اوکراین هم بچه را میشناسه تاجیکی خدمانه اگر دونه نشه و شناسه گپش زنین گوین و چت کفته استایتوخی از زنگش زن. من پرسیدم گفتم بچه موجود گفتم جنگ رفتگی چی؟ میگه که نه این میگه جنگ رفتگی نیست یگون چی نیست. قطعی همون زنش خخالش در اونجا میگه ممکن زنش نمونه شقتی ما علاقه برومدن برای که میگه همون زنش کم ترزنه که جنگره بده اجازت نمیداده گازنی سوسو. چی گویم دیگه این مادره